اول سخن خود را شروع می کنم با تسلیت گفتن به همه موحدین به وفات برادرمان ابو اسامه رحمه الله. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه از جانب الله هستیم و باز به سوی الله باز می گردیم. دور است یا نزدیک، جوان یا پیر، اما مهم این است که در حالت به نزد الله بروی که تو در راه حق باشی، در عقیده صحیح باشی. برادر ما ابو اسامه رحمه الله یکی از طالب علمان اهل سنت و الجماعه که عمر خود را در طلب علم صرف کرده، علم گرفته، آموخته و به دیگران رسانیده و الحمدلله هر یک شما از این برادر خبر دارید. در حق این برادر دعا بکنید، رحمه اللهش بگویید و بدانید که شما ملت تاجیک همچنین یک طالب علم بزرگ اهل سنت و الجماعه داشتید، اما این خواست الله است، این تقدیر الله است که الله در وقت معین کرده اش گرفت و ما راضی به تقدیر الله هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد. الله علم را یک باره از دل انسان ها نمیگیرد، یک انسان عالم را جاهل نمی کند، بلکه الله علم را از بین مردم با گرفتن علما نابود می کند. بل یقبض العلم بقبض العلماء، بلکه علم را از بین مردم الله می گیرد به واسطه گرفتن علما. یک عالم را الله گرفت، علمش هم همراه او رفت. چقدر علم داشت، چقدر اجتهادات داشت، چقدر حفظ داشت، چقدر بدعت و بدعتکاران را انکار و رد و رسوا میکرد، چقدر اسلوب خوبی دعوتی داشت. همه این همراه یک عالم می رود. یک عالم وقتی که رفت، پس همون قوم در حقیقت از یک خیر بزرگ، از یک نعمت بزرگ محروم شدند. رفتن ابو اسامه، وفات کردن ابو اسامه به مانند وفات کردن هر یک انسان عادی نیست. انسان عادی وقتی که رفت از تو چیزی نبرد و چیزی را هم از بین مردم نبرد و مردم به او احتیاج علمی هم نداشتند. بله، به خانواده اش مشکل است، خانواده را گذاشت، اما طالب علم، عالم وقتی وفات کرد علمش همراه او رفت. اون معرفت و ادراک و فهم عمیقی که داشت همراه او رفت و تا آماده شدن یک انسان دیگر، یک جوان دیگر به این درجه علم، والله اعلم سالهای زیاد میگذرد. لا تنال العلم براحة الجسم والجسد. علم را با راحت جسم، جسد، با کیف و لذت نمیابی، با مشقت و با مشکلی ها به این درجه های علم می آیی. از همین جهت کم هستند کسانی که تا این مرحله های رسند که برادر رسیده بود. بالاخره الله رحمتش بکند، الله قبرش را روضه از روضه های جنت بگرداند، سؤالی منکر نکر را به او آسان کرده باشد و البته که از کمبودی های او، از خطاگی هایی که کرده بود الله بگذرد و این برادر ما را هم نشست با
رسولان و انبیا، صدیقین و شهدا بگرداند. بارك الله فيكم و حياكم الله بياكم. اما بعد، موضوع دیگری ما امروز همین است که من میخواهم در این لحظه های پرقیمت و این فرصتی که الله به بنده داده جواب اولین را به یکی از طاغوتچه ها بدهم، به یکی از طاغوت و طاغوتچه و طاغوت پرستان و چوجه های طاغوت. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برادرانم و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی امروز بنده کوشش میکنم که سلسله ردها را به طاغوت مرزا شروع بکنم، اما این ردی بنده و این جواب بنده به سخنهای نه فقط یک طاغوت حاجی مرزاست، بلکه به دیگر همه علماء سو، این علمایی که به نام عالم هستند و در دروازه های جهنم نشسته مردم را به سوی جهنم به گمراهی و به شرک خرافات میبرند، به همه این هاست. امروز من میخواهم به شما رسانم، ای مسلمان های تاجیک، ای مردم، امروز زمان ترقی کرده. همه شما می توانید که کافت و کاف بکنید و در جای نشست خود حقیقت را از دروغ و از باطل جدا بکنید. امروز شما می توانید که توحید را از کفر جدا بکنید، اسلام را از کفر جدا بکنید و توحید و شرک را از همدیگر جدا بکنید. اهل حق و اهل باطل را بشناسید. الله سبحانه و تعالی برای همین به شما عقل را داده است. پس عقلهای خود را استفاده ببرید. سخنهای ما را خوب به دقت گوش بکنید. چی میگوییم؟ از کجا میگوییم؟ چرا میگوییم؟ مقصد ما چیست؟ و بالاخره به شما چی میخواهیم؟ برادرم و خواهر مسلمانم، اولین سوالی که امروز به ذهن هر یکی شما می آید، به ذهن هر یکی کوچک و بزرگ این ملت تاجیک می آید، این است که اختلاف شما ابو محمد مدنی و دیگر طالب علمان با علمای طاغوت پرستان تاجیک، با این علما که حاجی مرزا هست، مولوی معین الدین است، یا مولوی بختری هست، یا از ایشان ها است، یا حکمت الله و شاگرد و دیگر قبوری ها، چیست؟ چرا شما بین هم دیگر اختلاف دارید؟ برادرم و خواهر مسلمان، من از نام خودمان میگویم که ما با اونها هیچ اختلاف دنیوی نداریم. اختلاف ما، بدبینی ما، انکار ما برای دنیا نیست، برای کرسی طلبی نیست، برای پول مال نیست، برای آب روی طلبی هم نیست، برای پس زدن کسی هم نیست.
اونها را ندیدیم و از نزدیک با اونها ننشستیم. امروز اختلافی که ما به اونها داریم به خاطر دین است، به خاطر دینی که الله نازل کرده، به خاطر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله است. اختلاف ما این است که این علماء الطاغوت، این علماء السوء، این علماءهای قبوری مردم تاجیک را 10 ساله هاست به سوی کفر و شرک دعوت می کنند. مردم را غلام کفار کردند، غلام طاغوت کردند، دینشان را نابود کردند، دروازه های جهنم را باز کردند و توده به سوی آن مردم را میبرند. نه به مردم یک ذره رحم دارند و نه دلسوزی دارند. اگر اونها را ما پیشگیری نکنیم، حق را به مردم اگر ما نگوییم، پس کی بگوید؟ کی است که بجای ما طالب علمان اهل سنت این وظیفه بزرگ را بگیرد؟ این وظیفه ما هست، پیشگیری علماء طاغوت، پیشگیری علماء سو از دیگرگون کردن دین. اینها کسانی هستند که نور الله را میخواهند با دهانشان پنهان بکنند. در سوره صف آیت 8 و 9 الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. میخواهند که نور الله را، دین الله را، توحید را، لا اله الا الله را، احکام نازل کرده اش را با دهانهایشان خاموش بکنند. میخواهند که این نور را انکار بکنند و خاموش بکنند. اما الله این نورش را، این دینش را، توحید را، حکمش را پره میگرداند. اگرچه کافران بدشان آید، اگرچه کافران ناخوش باشند، هم الله نورش را پره میکند. الله رب العزت والجلال همان ذات است که رسولانش را به هدایت ارسال کرده و به دین حق ارسال کرده تا که این دین را، این هدایت را، این توحید را اظهار بکنند، تا که همه دین از آن الله باشد، اگرچه مشرکین بدشان آید. وظیفه ما همین است. وظیفه ما طالب علمان اهل سنت و الجماعه همین است که پیروی از رسول الله میکنیم. رسول الله آمدند، مشرکین را انکار کردند و همه دین را از الله گفتند و دین را همش را به الله انجام دادند. امروز ما میراثبران رسول الله که علم را، توحید را از رسول الله صلی الله علیه و سلم میراث بردیم، وظیفه‌مان همین است که دین حق را به مردم بگوییم. مشکلی ما، اختلاف ما همین است که آنها میخواهند دین حق را بپوشانند، ما میخواهیم دین حق کشاده و آشکار و واضح باشد. آنها میخواهند سنت رسول الله را نابود بکنند و به عوضش حکم طاغوت را، حکم خودشان ساخته را بر دروغ به ابو حنیفه نسبت داده بیاورند. ما میخواهیم سنت رسول الله زنده بشود. آنها میخواهند همه مردم اطاعت و طاعت و عبادت و دیگر از غلامی را به این طاغوت ها انجام بدهند. ما میخواهیم که مردم بدانند که در سرشان طاغوت است. اینها میخواهند که احترام حکم غیر الله، خدمت به حکم غیر الله، لشکر شدن به حکم غیر الله در بین شما زنده باشد. ما میخواهیم که این شرک نابود بشود و همه بندگان الله باشند، خدمت کنندگان و لشکران الله باشند. انا همین است فرق ما. فرق ما این است که دعوت ما در اساس قرآن و سنت و فهم صحابگان، تابعین و تبع التابعین از قرون 3 عصر طلایی اول است. دعوت اینها از ابیات ملحدین نوشته و از ورقهای طاغوت نوشته و از فکر و خیال پوسیده پوچ جاهلانه خودشان است.
امروز مصیبت اصل ملت تاجیک انا همین علماء سو، علماء الطاغوت، علماء درباری، علماء السلاطین، علماء شکم، انا همین ها هستند. و بدانید که علمای تاجیک، علمای ملت تاجیک، علمای ملت فارس و تاجیک همیشه همچنین نبودند. ما پیروی به علمای بزرگ از سلف میکنیم که ملت تاجیک هم همچنین علما داشتند، از صحابگان شروع کرده تا امروز رضی الله عنهم. پس حاجی میرزا به بنده ابو محمد مدنی و برادری بنده ابو اسامه رحمه الله گویا جواب گفته یا که رد داده که از 46 دقیقه عبارت است. وقتی این 46 دقیقه را مشاهده کردم، قسم به الله به حال زار این میرزا گریه ام آمد. غمگین شدم که چقدر به نام عالمی که جاهل است، چقدر خطر به سر خود و به دیگران دارد. و به این ملت بیچاره غمگینم که در سرش یک جاهل گذاشته شده و ملت را با جهل و با کفر و با شرک پیش میبرد. اختلافی که ما داریم همین است برادرانم و خواهران موحد، همین است که اینها به کفر دعوت میکنند، ما این کار میکنیم. همین است که اینها دین را تغییر میدهند، ما این کار میکنیم. اولین کفر این طاغوت پرستان از این مرزا و دیگرش همین است که دعوا میکند که من مدتی 20 سال و 30 سال در راه دعوت هستم، اما در این مدت 20 سال و 30 سال درباره توحید سخن نکرده، فقط به شرک اطاعت، شرک طاغوت پرستی دعوت میکنه. میگوید جناب عالی ما مسلمان است، اطاعتش بکنید، پیرویش بکنید. یکم کفرش. دومین کفرش میگوید شما روید منیسه و در این سترکتوره های طاغوت کار بکنید. سوم کفرش در همین سخنی که در آخر زده میگوید که همون انسان هایی که امروز در این اداره های بگویم طاغوتی کار میکنند، نمازخوان و دعاخوان بهتر از شما هستند. ای طالب علم ها میگه، یعنی مشرکین را بهتر از مسلمین میداند. و این چهارم کفرش. پنجم کفرش این است که حالا کفر به طاغوت ندارد، دفاع از خود طاغوتی که رئیسش است و از طاغوت حکمی به غیر ما انزل الله میکند. این حالا نفهمیده که حکمی که به حکم غیر الله باشد این حکم طاغوت است و این را الله گفته است. الله در قرآن میگوید یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، میخواهند که اراده بکنند این مشرکین، میخواهند مراجعت بکنند این مشرکین به محکمه های طاغوتی. علما میگویند هر حکمی که غیر حکم الله باشد این حکم طاغوت است. اما این میرزا و دیگر از همکسبان طاغوتش میگوید که لشکران این طاغوت باشد، دفاع کنندگان. این مگر کفر نیست؟ این پنجمین کفرش. ششمین کفرش میگوید که الله در به زمین و مخلوقاتش به مانندی شیر و روغن آمیخته شده است. چگونه ای که شیر و روغن به همدیگر آمیخته هستند، الله به همین زمین و بندگان و یا که به همه مخلوقاتش آمیخته شده است. یعنی در بالا بودن الله را، در بالای عرش بودن الله، در بالای آسمان ها بودن الله را گشته و برگشته در مدت 20 سال و 30 سال باز این گمراه این کار میکند. این کفر صریح است. هفتمین کفرش این است، میگوید اگر درس ابو محمد مدنی باشد و یک فیلم هندی باشد، فیلم هندی را دیدن بهتر است. ما به شما میگوییم ای مردم تاجیک، خردمندان،
یک مراتبه درس بنده را ببینید که آیا یگان سخنی را بیرون از قرآن و سنت گفتند؟ آیا یگان سخنی را از خود گفتند؟ درس های بنده در اساس قرآن و سنت با فهم سلف صالح است. پس اگر گوش کردن قرآن و سنت، گوش کردن سخنهای سلف صالح از صحابگان و تابعین و تبع تابعین پستر از فیلم هندی باشد و فیلم هندی از قرآن و سنت و این سخنها بلندتر باشد، از این دیده باز چی کفر صریحتر و چی شرک بالاتر باشد؟ اعوذ بالله. هفتمین کفرش این است که اینها تا به امروز هیچ مراتبه مشرکین را مشرک نگفتند، تا به امروز هیچ مراتبه مشرکین را انکار نکردند، اما تا به امروز صدها مراتب بر علیه اهل توحید گستاخی کردند، سخنهای دروغ گفتند، تهمت کردند و حتی برادران موحد را غیر مسلمان و کافر هم گفتند. برای چی؟ برای اینکه اینها دشمنان توحید هستند. در هر یک زمان شیطان به خودش لشکر دارد و در هر یک زمان البته که رسول الله به خودش میراث بر دارد. در این زمان میراث بران رسول الله علیه السلام ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت هستیم و شاگردان شیطان انا همین علمای طاغوت، علماء السوء، انا من دجال ها هستند. برای اینکه اینها مردم را به سوی جهالت و شرک و کفر و فیلم های هندی میبرند و از طالب علمان اهل سنت میخواهند که دور بکنند. این همه کفر است. اما از نظر آداب و اخلاق این همه موضوع هایی که به شما ذکر کردم در حلقه های آینده علاهیده در اساس قرآن و سنت جواب داده می شود. اما به آدابی حاجی میرزا، به آداب ترین انسانی که از سبب جهل و خالی بودن مغز سرش بیرون می شود، به آداب ترین از درون اینها دیدم حاجی میرزا. در یک سخن 46 دقیقهش اول نظر بکن. اولا این که حاجی میرزا مردم تاجیک را گوسفند میدند. چهله که در کابینت یک لیلین، رسم لیلین بر پشتش زده، این جاهلی بود پرست در همون جا نشسته، این طاغوت پرست میگفت که من فکر میکردم که مردم تاجیک بی عقلند، اما امروز فهمیدم که مردم تاجیک همه گوسفند. کی بی ادب است؟ ما طالب علمان اهل سنت که مردم را احترام کرده به سوی توحید دعوت میکنیم، یا کسی که مردم را گوسفند میگوید؟ به خاطر چی اینها میگن که ابو محمد مدنی را گوش نکنید، شما گوسفندان من هستید؟ به خاطر اینکه اینا در حقیقت فکر میکنن که مردم تاجیک گوسفند است. قسم به الله در حقیقت اینها فکر میکنن که همه من شما گوسفند است. اینها حالا هم فکر کرده شدند که این زمان کمونیستی است. حالا هم فکر کرده شدند که این سالهای آخری 90 و اولی 2000 است. ای بیچاره های مشرکین بیدار شوید. این روز 2021 است. طالب علمان اهل سنت 20 سال و 30 سال تعلیم گرفتند، عالم شدند. دیگر شما حق را قبول بکنید، مشرکین توبه بکنید. شما از خواب گران بخیزید، برخیز از خواب گران. حاجی میرزای مشرک، تو فکر نکن که سال 92 است که هر چیز میخوای همه گوش میکند، هر چیز در بالای ملت میگوی گوش میکند. الله خارت بکند، شایسته هدایت باشه، الله هدایتت بکند، وگرنه این ضرری مقصده ای که داری خیلی برای این ملت سنگین است و وزمین است. ملت را به 100 ساله ها به عقب میبری. پس این بی آداب ترین انسان در بین مردم است که مردم را بالکل همش را گوسفند میگوید. بعد از این میگوید بی آدابیش در حق دین الله همین است که میگوید سخنهایی که طالب علمان اهل سنت یعنی ما میگوییم به جایش فیلم هندی بینید. یعنی این میخواهد که فیلم های هندی کفری، شرکی، بودیستی ببینن، مردم کافر باشند اما توحید گوش نکنند. عیناً سخن ابو جهل و سخن ابو لهب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که جوانها را میگفتند که گوش نکنید، اینها را گوش نکنید. شعر و قصه و افسانه
سحر و جادو، اما به نزد محمد نروید. امروز تاریخ دوباره تکرار میشه در بین ملت تاجیک که ای ملت تاجیک میگن این طاغوت ها، به نزد ابو محمد مدنی و ابو اسامه رحمه الله نروید، گمراه میشوید. شما فیلم هندی ببینید، این کفر نیست؟ این بیادبی نیست؟ قرآن و سنت را انکار کردن نیست؟ لااقل بیا یک بار ببین که ما چی میگوییم. این به خاطر چیست؟ به خاطر دنیا. این دینش را به خاطر دنیای اندک فروخته و به خاطر حفظ طاغوت. طاغوت را حفظ میکنه تا که دنیاش حفظ بشه. این بیچاره دینش را به خاطر دنیا فروخته. اما شما این مردم تاجیکی آیا آماده هستید که دینتون را به خاطر کیف و لذت و خوب زندگی کردن حاجی مرزا یعنی بگویم بفروشید؟ ای ملت تاجیک، آیا شما آماده هستید که کافر باشید تا که این علمای شما لذت بند و شکم دم خواب و کیف و لذت بکنند؟ من باوری دارم که نه، زیرا که ملت تاجیک ملت حق خواه، حق فهم، ملت مظلوم، آن ملتی که شجاعت دارد، آن ملتی که علما دارد، آن ملتی که علمایش فقط می 4 شکمدمی طاغوت پرستی گمراه مشرکی نیست، بلکه علمای تاجیک معروف است. از امام بخاری شروع کرده تا امروز چقدر علما دارد. آخرینش که معروف است ابو مسلم خوجندی رحمه الله که کتابهایش به زبان عربی معروف است، از دست کمونیستا رفته و توحید را نوشته و به این علمای سو آشکار و واضح رد زده و اینها را مشرکی گفته. به آدابی دیگری این انسان همین است که اینقدر به آداب است. ما یک کسی را وقتی که میگوییم که این گمراه است، طاغوت پرست است، مشرک است، کافر است، مرتد است، در اساس قرآن و سنت میگیم. این به آدابی نیست، این حکم الله است. به سوی انتخابات دعوت کردی، به سوی کفر به طاغوت، لشکری طاغوت دعوت کردی، به سوی دفاع طاغوت دعوت کردی، قبر پرستا را برادر میدانی، دشمنی به اهل توحید داری، پس از این زیاد حجت با چی میخواهی که مسلمان باشی؟ این همه حجت برای عدم ایمان تو است. این همه حجت برای خیانتکار بودن تو است. این همه حجت برای این که ما در این دنیا و آخرت انشاءالله شهادت میدهیم که تو خیانت بر امتی اسلام کردی، به همون امتی که به تو یک چند سال باوری کردن به اونها خیانت کردی، داری به سوی کفر دعوت میکنی. بعد از این میگه اینها نخود پیش قاشق هستند، اینها بیگانگان هستند. میگوید که ابو محمد مدنی بیگانه است، ابو اسامه یا دیگر طالب علمان اهل سنت بیگانه است. بیگانه بودن ما را توی جاهلی طاغوت پرست گفته نمیتوانی. این ملت است که میگوید که ابو محمد بگانه هست یا بیگانه. الحمدلله امروز ما مسلمانان ملت تاجیک را دیده ایستادیم که همه الحمدلله روز به روز از حقیقت با خبر شده ایستادند. و من ابو محمد مدنی اجدادی من تاجیک بودند و از همون تاجیکستان هستم. تو را کی حق داده که بگویی این بیگانه است؟ تو کی هستی که بگویی این از اینجا نیست، این از ملت ما نیست؟ تو کی هستی؟ تو خود را به کدام درجه برآوردی؟ ای طاغوت پرست، الله خارت بکند. تو هستی که ملت تاجیک اما در ملت اسلام نیستی. ما الحمدلله فخرمون و بگوییم دادوایمون به خاطر ملتمون نیست. ما هیچ فخریتی به ملتی نداریم، به قومی نداریم، به هیچ چیزی نداریم. ما خوشحالیمون، خرسندیمون به ملت مسلمان بودنمون است. مسلمان برادری مسلمان است در کجای نباشد. این سخنی تو هم یک سخنی جهالت زده و سخنی طاغوت پرستی، یک سخنی به نهایت شرم‌آور است که میگویی اینها از ملت ما نیستند. پس این زبان من کدام زبان است؟ از تو خوبتر به زبان تاجیکی صحبت میکنم. الله هدایتت بکند. اما این همه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شیطان اینها را گمراه کرده. دیگر طاقت نداره، دیگر شرایط نداره، دیگر
طاقت شنیدن حق ندارند. وقتی که شب و روز مردم تاجیک به اینها میگوید که شما به گفته اتون دلیل آورید، اینها بدنشون میلرزد. بدانید والله متم نوره ولو کره الکافرون، الله نورش را، این دینش را و این توحید را پیش میبرد، آشکار میکند، اگرچه کافران و مشرکان بدشان آید، اگرچه نخواهند. من به این علمای طاغوت یک آیت را میرسانم که در بالایش تفکر کنند و با همین این جواب اولم را به پایان میرسانم و در جواب دوم کفریات انیق او را با قرآن و سنت ذکر میکنم. در سوره بقره آیت 159 الله میگوید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. همانا آنهایی که پنهان میکنند چیزهای ما نازل کرده را که از هدایت و بینات به شما نازل کردیم، بعد از نازل شدن، بعد از اینکه در کتاب هست، همین به مردم نمیرسانند و پنهان میکنند، اینها کسانی هستند که الله اینها را لعنت کرده است و تمام لعنت کننده ها اینها را لعنت کرده است. قرطبی در تفسیرش میگوید که اللاعنون الملائکه والمؤمنون، یعنی الله، ملائکه ها، مؤمنان این پنهان کنندگان را لعنت کرده است. حتی قرطبی در تفسیرش میگوید الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب بذنب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. همین حشرات، همین حیوان ها به سبب علماء السوء به گرسنگی و خشکسالی واقع میشوند و همه این حشرات و حیوان ها علماء السوء را، علمای دروغگو را، علمای طاغوت پرست را، علمای خیانتکار را، علمای پنهان کننده حق را لعنت میکنند. خیلی که علمای حق را همه حیوان ها، حشرات، حتی ماهی ها در درون بحر در حقش دعا میکند، از الله استغفار میطلبد در حق عالم حق ربانی، اما در حق علمای سو تمام حیوانات ها، حشرات ها، مورچه ها لعنت را شب و روز اعلان میکند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گمراهی یک عالم، علمای بد شدن یکی از عالم بد شدنش، دروغ گفتنش به دین، خیانت کردنش به دین، این مردمی بسیار را، میلیون ها انسان را گمراه میکنه. خیلی که شما ای ملت تاجیک، ای مردم تاجیک، 30 سال و 20 سال انا همین انسان ها در بالای منبر بودند و شما را دعوت کرد. ما امروز میبینیم که غیر از آداب و اخلاقی که نتیجه اش به غلامی رسیده است هیچ چیزی نداره. آداب اخلاق هم ندارن. پیروان انمین طاغوت آداب اخلاق ندارن. آداب اخلاق نسبت الله، نسبت رسول، نسبت قرآن، نسبت دین ندارن. قبر را از الله پیش میگیرن. شاعر کتاب‌های این ابیات شاعر و فردوسی این کفار مشرکین نوشته را از قرآن پیش میگیرن. سخن دروغ خودشان ساخته را به ابو حنیفه نسبت داده، این سخنها را از سنت رسول الله پیش میگیرن. اینها قرآن و سنت و دین را تگ پا کردند. این چگونه آداب است؟ این یگان آداب نیست. الله میگه اذیت میدهد، یؤذین ابن آدم، اذیت میدهد فرزند آدم. گفتن که چگونه تو را اذیت میدهد؟ انت رب العالمین، تو رب العالمین هستی. الله گفت یسبونی، مرا دشنام میدهد. چگونه دشنام میدهد؟ وقتی که به الله کسی را شرک میدهد، شرک قرار میدهد. پس سوال من به شما است ای مردم تاجیک، مگر همین علما قرآن نمیخوانند؟ مگر همین علما سنت ها را نمیخوانند؟ مگر همین علما در حقیقت کتاب های مذهب حنفی را ندیدند که بزرگترین مذهبی که در ضد کفر و شرک ایستاده این مذهب ابو حنیفه هم هست؟ مگر همین طاغوت پرستا سوره بقره آیت 256 را ندیدند که الله گفت فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى، هر کسی که کفر ورزد به طاغوت و ایمان آورد به الله انمین است که در حقیقت لا اله الا الله گفته است. اینها میدانند.
اینها میخوانند اما اینها پنهان میکنند. یا اینها به اصل دین جاهلند. دو حالت دارند. اینها یا جاهلند در باب لا اله الا الله و کافرند به خاطر جاهلیشان مشرک، یا اینها میدانند و پنهان میکنند و به خاطر پنهان کردن و به شرک واقع شدن باز مشرک کافر. این دعوت همه انبیاء و رسول است. الله در قرآن گفت ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق همانا که به همه قوم ما رسولان را فرستادیم که رسولان دعوت میکردند که یگانه الله را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب بکنید. طاغوت چیست؟ مگر همین حکمی که حکم غیر الله است طاغوت نیست؟ مگر همین دموکراسی طاغوت نیست؟ حاکمش طاغوت نیست؟ لشکرش طاغوت نیست؟ یا طاغوت پرستان نیستند؟ یا همین علمای سوی که امروز طرفداری از همین طاغوت ها میکنند اینها گمراه نیستند؟ پس اینها حالا جاهل به بالای قرآن است. اینها شعر و ابیات فردوسی، خسرو ناصر خسرو، این ملحدین ابن سینا و دیگر این بگویم رافضه و قرامطه را خونده گشتند. الله هدایتشان بکند. اگر شایسته هدایت باشند، اگر شایسته هدایت نباشند الله خار و ذلیلشان بکند. با همین این صحبت اولی من در حق حاجی میرزای جاهل و دیگر همراهانش پایان شد و پایان یافت. در صحبت‌های آینده به یکی از کفر او، از این کفرهاش یک به قرآن و سنت جواب خواهیم داد و این طاغوت پرستان بدانند که یک صحبت کردند به عوضش 10 صحبت خواهیم کرد. یک صحبت کردند بدانند که در این صحبتشون اینها نه کم از 10-15 کفر میگویند. به همش جواب میدیم. پس الله این قوم ما را، این ملت ما را و همه امت اسلام را به قرآن و سنت بازگردان. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.